بابا اون سازنده این پست مادر. خب من الان چیزی جز این به ذهنم نمیاد اصلا به تو بگم. آقا یه بازی پیدا کردم واقعا اعصاب خورد کنه. ببین 10 دقیقه است دارم بازی میکنم ولی همش دارم میفتم. بعد از ایناست که میری بالا یه سوتی میدی میری تا ته میای پایین. یعنی من سازندش رو به قرآن زنده گیر بیارم همین پودکر رو میکنم همین پودکر. A few moments later. چه وضعش آخه بابا؟ مغزم ساعت 1 شب دارم بازی میکنم الان باید ریستش کنم. اصلا نمیفهمم بابا. بعد ببین من اصلا مریضم. باور کن من به این نتیجه رسیدم واقعا مریضم. اصلا نمیدونم چرا دارم این بازی ها رو. خب منی که الان اعصاب ندارم چرا باید این بازی ها رو انجام بدم؟ 3 hours later. من چرا دارم این بازی رو انجام میدم؟ واقعا موندم. اصلا این بازی واسه اعصاب من ساخته نشده. 6 hours later. شما میگی شاید تازه دارم این جا رو میرم بالا ولی نه، باورتون شاید نشه من اینو بار هزارمه دارم بازی میکنم. بعد گفتم که دیگه بیام اصلا به شما بگم سمت این نریم، ولی خب اگه شما مثل من یه خورده مشکل دارین، ببین اینجا خب شما باید اینو رد کنین. نگاه کن باید برین سمت چپ تصویر اونور سنگ هست ولی من اینجوری میذارم پودکو اینجا میام بالا یه چرخش میزنم دورش میزنم بعد اینجوری خب نشدیم بچه شانس آوردیم. حالا میریم ادامش. اینجا همون جاییه که باگ خورد. خب من تا بالای این مرحله رفتم بعد دوباره سقوط کردم اومدم اینجا. نگاه کن اصلا چه باگایی داره. بعد نمیدونم اون چوبه اصلا انگار وجود نداره، چوبه رد میشه از چیزا. نگاه کن خب اون الله اکبر این میام فوش میخوام ندم میخوام نمیذارن که بابا. اصلا یه ذره تمرکز کنم کم حرف بزنم شاید بتونم رد کنم این مرحله رو. ای. ببین من الان از اینجا بیفتم واقعا دهنشو سرویس میکنم. نگاه کن دیگه گوشی رو دارم کج میکنم دیگه. به این مرحله از اعصابم رسیده فکر میکنم گوشی رو کج کنم مثلا این درست میشه. ولی نمیشه که. 2000 years later. امشب خونه نرفتم. خب موندم سر کار. بعد خوابم نمیبرد گفتم آقا بیام یه بازی کنم یه خورده مغزم آروم شه چیز شم خوابم ببره. یه خورده خسته شه مغزم خوابم ببره. بعد اومدم این بازیه رو پیدا کردم. نه تنها مغزم آروم نشد بلکه الان میخوام سازندش رو زنده همین چکشو. اصلا یکی نیست بگه بابا چرا این بازی ها رو میکنی وقتی اعصاب نداری؟ نگاه کن خب من الان اینو نباید فوش خوار مادر بدم. دوباره سقوط کردم. بعد چقدر میاد پایین. یک کم دو کم نیست که دو کم چیه؟ What? Bro, what are you talking about, man? یه ذره دو ذره نیستش که یهو برمیگردی اولی مرحله. بابا اون سازنده این پست مادر. خب من الان چیزی جز این به ذهنم نمیاد اصلا به تو بگم ساعت 1 شب. بابا اصلا ولش کن.